ماینکرافت بازی کنیم. همونطور که میدونین ماینکرافت از بی نهایت بلاک تشکیل شده، اما چی میشده که کل دنیا فقط یه بلاک بود. بله دوستان، فقط یه بلاک. اما همه شاید فکر کنین که توی یه بلاکش کاری نمیشه کرد، ولی یه چیزش اینه که نمیره کنار. برو کنار. ما اگه بلاکو بکنیم یه بلاک دیگه میاد و ما باید این که دنیایمان رو گسترش دهیم. بله دوستان، سری هاردکور و سوروایوال متاسفانه آره تنکه او دو تا کتابچه بهمون دادن. کتابچه من کتابچه نمیخوام. سابسکرایب نمیکنی خودمون یوتیوبه. چی گفته اینجا؟ آره یه سری شرط و پرته خودش میخوره آره به دلیل اینکه به اتفاقی افتاد چیزی کلا وردش آره پاک شد کنم کنسل شد. حالا اینجا فازا رو داره 10 تا فاز مختلف داره. اوه خوبه 10 تا فاز. شروع شد. خب بالاخره چوب گرفتیم. امیدوارم که بتونیم برسیم فاز بعدی. یکم اینجا رو بزرگ کنیم. واسه من این چسته رو باید بذارم که یه وقت افتادم پایین مردم حداقل وسایلم باد نره. خلاصه هر وقتی که سری وان بلاکمون تموم بشه یه سری آرتکور جدید شروع می‌کنیم. این کتابچه ها که چی؟ چوبمون هم باشه یه دونه چوبمون. البته نسخه‌ش هم بدراک ادیشنه و آره فعلا هیچ چوبی نداریم که بخوایم چیزی درست کنیم. وایسا گوسفند. خب من نمیخوام گوسفند رو بکشم. اگه که اجازه بده ما از اینجا رد شیم خیلی خوب میشه. چیکار کنم من؟ لطفا برو اون نفته رفتم بر خودش. بعد یه جایی برای این حیوانات مزخرف درست کنیم. کاش بتونیم هیبل گیر بیاریم. هیبل گندمی چیزی به درد یکی از چیز داشت. بازم چوب گرفتیم. خب الان واسه برای خودم یه سری وسایل درست کنیم. یکم بکنیم. خب فعلا یه گوسفند دیگه هم بهمون وای زدمش. ای بابا خواستم چه رفتیم تیبل کلیک کنم بدبخت بیچاره رو زدم. باید چرا ندارم شمشیر میخوام درست کنم. میخوام میدونه بیل درست کنم. میدونه تبر درست کنم. اوکی میتونم یکم از چوبمو بگم برای اینا. آره یه مقدار میتونیم درست کنیم ولی البته کافی نیست. خیلی میاد اگه واتر باکت بهمون بده خیلی خوب میشه. خوشحال میشم اگه واتر باکت بگیریم. بریم سراغ بیل درست کردم. چرا با بیل نمیکنم؟ بسیاری وان بلاکمون هم سوروایوال هاردکور نیستش که بزنیم نابود چیم. بلاک بون میده. خوب اوکی خیلی خوبه. خب برای اینا کلنگ نیاز داریم. باسیم بچه من برم یکم ماین کنم و چیکار کنم. باشه من رفتم یکم کندم. من همچنان نمیدونم دو تا پامکین و هندونه هم دونستم به دست بیارم. الان کلی چوب داریم میتونیم بالاخره برای اینا اول این چیزه. چقدر بومیل و سپلینگ درخت و اینجور چیزا داره. خب بذار یه راه بزنیم به این ور. ما راهزن هستیم راه میزنیم به اون ور. از اون راهزن دوز نه راه میزنم. چی گفتم اصلا شاعر که خب الله. خب اینجا رو یه پلتفرم خیلی کوچیک بسازیم. این درخته رو بکاریم اینجا. فعلا نمیخوام بوم میلامو به این بزنم. میذارم اینجا. گوسفنده هم که راحته کاریش نداریم. راحت خونه خود. به اندازه فکر کنم اینجا چوبم بکنیم. به
به اندازه کافی الان چوب فکر کنم داشته باشیم. کلی 48 میتونیم چوب درست کنیم. خب یکم استیک بده، استیکا رو بده، استیک. حالا با اینا یکم فنس میسازیم. چند تا فنس شد؟ 12 تا فنس شد. خب بلا هرچی حیوان دستم میاد باید بندازیم اونجا. خب این کدوم بود؟ اینجا بود داره میکندیم ما رو. بریم اینجا. یه ایده ای دارم باشیم، میایم اینجا بلاک میذاریم. بلاک درت تمام شده، درت نداریم آقا جان. درت واسه یکم بکنیم. چقدر چوب. خب بکن مقدار باید زمین. بعدا اینجا رو قشنگ میکنیم، درت مرتا رو میکنیم مثل قشنگ. فکر کنم فاز بعدی که برسیم قار باشه، حالا نمیدونم باز. یه مقدار از اینا میکنیم. خب حالا میتونیم یه کاری کنیم. وقتی که یه گوسفند چیزی اینجا اسپاین کرد، واسه نبا من اینجا رو کاملا درست کنم. اینجا کجا رو میکنیم؟ اینجا رو میکنیم. خب اینجا یه دونه اینا میذاریم. اینجا با اینجا دونم اینجا رو میزنیم. حالا میایم یکم اینو از این ور گسترشش میدیم در حد لطفو. خب اینو میزنیم اما بردیم که مجبوریم اینطوری در به داغون درست کنیم. ولی ده خوبی اگه ما بی اسپان شده دونه میزنیم تو کلش بره بیفته. خودش رفت اینجا. واسه اگه رفتش اینجا هم ببندیم. برو اینا رو بده. خیلی خوب. بدبخت شد. هی بیل ایور که راحت میتونیم بکشیمشون تو جای خودش. بکن که کلی گفت واسه بودو هی بیلو بکن گندم بگید. اگه بیفتیم که این همه وسیله از دست میده. واسه مخصوصا این چوبامون و این هندونه اینامون از دست بره بدبخت میشه. واسه سویت بری که داریم درسته، بریم سویت بری ها رو همه جاییم بکنیم. فعلا همینجا دم دست مثلا کجا کنار همین میکنیم. اینجا زدم وای مجبورم دیگه بکنم. بابا اتک آقا اون گندمای من. بیا دادش بیا اینا شما رو بندازم اینجا. فرارم نکنیم لطفا فرار نکنیم. بذاریم فنسرم سری بگیرم جلو. بیا این ورتر برو. ای وای برو تو. آقا جان بیا برو تو. بیا این ور. بیا دیگه آقا بیا این ور. آقا توی هم لطفا وارد نشوید. پس من اینا رو درست کردم جاشونو کلی کندم که تونستم بالاخره اینا رو ردیفشون کردم جاشونو. اینا شکندم. اینجا میشه جایی که میتونیم تا یه سری آیتم ها به دست بیاریم. مثلا نمیدونم چرا نمیرسه فاز بعدی. میکنیم میرسه بالاخره فاز بعدی. برسیده همه نوع چوب هم میده که چوب جاینا نمیده.
همینطوری میکنیم تا به یه چیز خوب برسیم. کلی وسیله گرفتیم، میتونیم با چوب راحت خودمون دیگه. شار یه چست هم بده خیلی خوب میشه. از این چست باید قلب میاره. یه واتر باکت بگیریم. خیلی واتر باکت الان به دردمون میخورم، به درد کشاورزی و کلی کارهای دیگه به دردمون میخوره. حالا خب تا اینجا دیگه فعلا کافیه، اینقدر تونستیم گسترشش بدیم. پارت دومش هم حتما به زودی بیان. اگه میخواین پارت دومش بیاد حتما ویدیو رو لایک کنین. چنلم اگه دوست دارین ویدیوهای من از دست ندین چنلم رو ساب کنین، زنگوله رو بزنین و کامنت هم حتما فراموش نکنین و کامنت هم بذارین لطفا و از ما حمایت بکنین. و اگر حمایت بکنین پارت دومش خیلی زودتر میاد، پس خواهشاً حمایت کنین. تا ویدیوهای بعدی و قسمت بعدی وان بلاک، خدا نگهدار.